بچه عزیز، گروه ایجادی شما را باز به تماشای برنامه نوبتی هفت رنگ دعوت میکند. بیاید از روی مضمون افسانه دوست داشته شما شلغم یک لوحه زیبایی می آفریم. اگر شما آماده کار باشید پس شروع نمودیم. تصویرمان را از رسم قهرمان افسانه موی سفید شروع میکنیم. و اول ساختی کلاش رو تصویر کرده این گونه. اکنون قسمی موی سرش رو نیز نشان میدهیم. اکنون چهرهش رو پوره کرده قسمی بالای سرش رو نیز اشاره میکنیم. اکنون میگذاریم به تصویر قسم های چهرهش. اول ابروانش را به نظر نمایان کرده ابروی دیگرش رو نیز تصویر میکنیم. اکنون بینیش رو نیز این گونه با این طرز اشاره کرده چشمانش را اشاره میکنیم. چشمانش را پوره کرده قسم های درونش را نیز تصویر میکنیم. اکنون بینیش را نیز این گونه به نظر نمایان کرده اکنون ریش و بروتش را نیز تصویر خواهیم کرد. این گونه پوره کرده لبانش رو مایل به تبسم تصویر میکنیم. این گونه قسمی پایانی چهرهش رو نیز پوره کرده گوشش رو نیز پوره میکنیم. اکنون میگذاریم به تصویر دیگر قسم های بدنی موی سفید شلغم کش. آهسته آهسته تصویرمان را پوره میکنیم و اکنون دستان موی سفید رو تصویر میکنیم. این دستش رو پوره کرده آستینش رو نیز به نظر نمایان میکنیم و بدنش رو اشاره کرده دستی دویمش رو نیز تصویر میکنیم. دستش رو تصویر کرده پنجه هایش رو نیز اشاره میکنیم. اینگونه پوره کرده دیگر پنجه هایش رو نیز به نظر نمایان میکنیم. دستش رو پوره میکنیم. اکنون میگذاریم و دیگر قسم های بدنش. اینجا نیز اشاره کرده لباسش رو نیز تصویر میکنیم. اینگونه با این اشاره ها آرا داده اکنون پای هایش رو نیز تصویر خواهیم کرد. بچه عزیز باید اکنون یک جایه پای های موی سفید را تصویر میکنیم. از این نقطه شروع کرده پای هایش را تصویر میکنیم و اکنون پای افضلش را نیز به نظر نمایان میکنیم. این پای افضلش را با این طرز تصویر کرده اکنون پای دویمش را نیز اشاره میکنیم. این را نیز یک قسمی پای افضلش را به نظر نمایان میکنیم. بچه عزیز باید اکنون میگذاریم به تصویر رسم شلغم. از همین قسمی لوحه شروع کرده ما شلغم را تصویر میکنیم و آن را حجما کلان تصویر میکنیم چه خیلی که شما در افسانه خوانده بودید. یک قسمش را در زمین تصویر کرده قسم دیگرش را در دستی موی سفید تصویر میکنیم. حالا ما برگ های شلغم را تصویر میکنیم. یک برگش را در دستی موی سفید
اشاره کرده برگ دیگرش رو نیز در قسم بالایی اشاره میکنیم. ما تصویرمان رو دوام میدهیم و از پشت این برگ یک برگ دیگری رو نیز تصویر کرده منظره را باز هم زیباتر میگردونیم. با همین اشاره ها آرام میدهیم. بچه عزیز، باید با تصویر درختان محیط اطراف منظره را پوره میکنیم. از همین نقطه لوحه شروع کرده ما اول زمین را اشاره میکنیم و پس از آن میگذاریم به تصویر درختان. اینگونه یک چند شاخه درخت ها را تصویر کرده منظره را باز هم زیباتر میگردونیم. اینگونه یک دو شاخه دیگر منظره ما را باز هم پوره میکنه. بچه عزیز، ما تصویر لوحه را با استفاده از قلم عادی پوره به انجام رساندیم. اکنون بیایید شروع میکنیم به رنگ و باری آن و برای این ما از رنگ جگری بلند استفاده میبریم. انا رنگ جگری همراه شیشه تیار شد. با این رنگ میگذاریم به رنگ و باری موی سفید و اول چهرهش را رنگ و بار میکنیم. ما احتیاط کرده رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. آهسته آهسته چهره موی سفید را رنگ و بار میکنیم. گوشهایش را نیز رنگ پوش کرده با همین رنگ دستش را نیز رنگ و بار میکنیم. اکنون برای رنگ و باری لباس موی سفید ما روی شیشه رنگ سرخ را آماده می نماییم. رنگ سرخ هم روی شیشه تیار کرده شد. با این رنگ ما لباس موی سفید را رنگ و بار میکنیم. آهسته آهسته کارمان را دوام میدیم و با این رنگ آستین لباس موی سفید را رنگ و بار کرده آهسته آهسته میگذاریم به قسمای دیگر. آهسته و نازکانه قفس سینه‌اش را رنگ و بار کرده و با همین میگذاریم به قسمای دیگر. ما رنگ و باری رسمی پیراهن را قریب که به انجام میرسانیم. اکنون ما با استفاده از رنگ سیاه و موی قلم مهین چهره موی سفید را پوره میکنیم. ما اول موی قلم مهین را انتخاب کرده رنگ سیاه را آماده می نماییم و میگذاریم به رنگ و بار. قسم درونی چشمش را نازکانه رنگ و بار کرده اینگونه اکنون گرد و اطرافی چشمش را نیز اشاره میکنیم. همینگونه حالا میگذاریم به چشم دیگرش و این را نیز نازکانه رنگ و بار میکنیم و با همین آهسته آهسته ابروانش را به نظر نمایان میکنیم. اکنون ما با استفاده از رنگ جگری رسم موی سفید را باز هم پوره تر میکنیم. رنگ جگری هم روی شیشه تیار شد. با این رنگ ما رسم موی سفید را باز هم به نورتر میکنیم. احتیاط کرده کارمان را دوام میدیم و گرد و اطرافی ریش و برودهای موی سفید را با این رنگ اشاره میکنیم. همینگونه و این قسم موی سرش را نیز به نظر نمایان میکنیم. بچه عزیز، ما رنگ و باری لباس موی سفید را با استفاده از رنگ کبودی بلند ادامه داده پوره میکنیم. رنگ کبود هم بالای شیشه آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگ و باری لباس رسمی موی سفید. آهسته و نازکانه رنگ پوش کرده رسممون را باز هم پوره تر میکنیم.
اکنون ما روی شیشه رنگ زردی بلند را آماده نموده پایافزار موی سفید را رنگ و بار میکنیم. رنگ زرد را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. ما احتیاط کرده رسمی پایافزار را رنگ و بار میکنیم و این قسمت را پورا رنگ پوش میکنیم. پایافزارش را رنگ و بار کرده اکنون میگذاریم به پای دیگرش. این رو نیز پورا رنگ و بار کرده با همین رنگ تسمچه و قفس سینه لباسش را رنگ و بار میکنیم. اکنون ما با استفاده از رنگ سرخ بلند لباس بدنی موی سفید را هر جا رنگ و بار میکنیم. رنگ سرخ بلند هم آماده گشت. با این رنگ میگذاریم به رنگ و باری لباس موی سفید. با این رنگ ما تاریکی های لباس را اشاره میکنیم و کمی از قسم های آستینش را نیز رنگ و بار میکنیم. اینجا را نیز اشاره کرده اکنون به دیگر قسم ها میگذاریم. ما رنگ و بارمان را دوام میدیم. از این قسمت گذشته میان بندش را نیز به نظر نمایان میکنیم و آهسته آهسته به قسم های پایانی میگذاریم. با همین ما لباس بدنی موی سفید را به نظر باز هم نمایان تر گرداندیم. اکنون ما با استفاده از رنگ جگری پست پایافزار موی سفید را به نظر نمایان میکنیم. رنگ جگری پست را آماده نموده میگذاریم به رنگ و بار. ما کارمان را دوام میدیم و پایافزار موی سفید را با این رنگ و بار کرده باز هم زیبا و به نورتر میگردانیم. پایافزار دیگرش را نیز رنگ و بار کرده پورا میکنیم. بچه عزیز باید میگذاریم به رنگ و بار رسم شلغم و برای این ما از رنگ زرد استفاده میبریم. رنگ زرد هم روی شیشه آماده شد. شروع میکنیم به رنگ و بار شلغم. بعضی از قسم های شلغم را سفید باقی گذاشته قسم های مابینش را با رنگ زرد رنگ پوش میکنیم. بچه عزیز باید اکنون با استفاده از رنگ سبزی بلند برگ های شلغم را رنگ و بار میکنیم. رنگ سبز را نیز روی شیشه تیار نمودیم. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار برگ های شلغم. آهسته آهسته سراسیمه نشده ما برگ های شلغم را رنگ پوش میکنیم و آن قسم هایی که دستی موی سفید تصویر شده است ما باید نازکانه رنگ و بار کنیم. با همین میگذاریم به برگ های دیگر. برگی نسبتاً کلان میگذاریم و این را نیز نازکانه رنگ و بار میکنیم. با همین میگذاریم به رنگ و بار برگ دیگر. این را نیز رنگ پوش کرده پورا به انجام میرسانیم. اکنون ما روی شیشه رنگ نارنجی را آماده نموده رسم شلغم را پورا میکنیم. از همین قسم شروع کرده ما شلغم را رنگ و بار میکنیم و قسما با این رنگ پوش کرده رسم شلغم را باز هم پورا تر میکنیم. با همین طرز ما رسم شلغم را باز هم زیباتر گردانیدیم. اکنون ما با استفاده از رنگ سبزی بلند برگ های شلغم را باز هم پورا تر میکنیم. رنگ سبزی بلند را آماده نموده میگذاریم به رنگ و بار. ما رنگ و بارمان را از برگ یکم شروع میکنیم و گرد و اطراف آن را کمی رنگ و بار کرده تاریکی هاش را به نظر نمایان میکنیم. همین طرز ما میگذاریم به برگ های دیگر
و این برگ ها را نیز رنگ و بار میکنیم. و آهسته آهسته به برگ های سیم نیز میگذاریم. اکنون برگ آخرین را نیز رنگ و بار میکنیم و با همین اشاره ها به نظر نمایان میکنیم. اکنون روی شیشه رنگ جگری بلند را آماده نموده زیر پای مای سفید را رنگ و بار میکنیم. رنگ جگری را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. کارمان را از همین نقطه شروع نمودیم و آهسته آهسته نازکانه زیر پای موی سفید را با این رنگ پوش میکنیم. همین طرز رنگ و بارمان را دوام میدهیم. با رنگ جگری زیر پای موی سفید پورا رنگ و بار گردید. بچه عزیز، بیاید با آمیزش رنگ‌های سبز و زرد درختان منظره را رنگ و بار میکنیم. ما رنگ سبز را میگیریم و رنگ زرد آمیخته کرده رنگ دلخواه را حاصل میکنیم. با این رنگ روشن میگذاریم به رنگ و بار درختان منظره و آهسته آهسته به قسم‌های بالایی میگذاریم. اینجا را نیز رنگ و بار کرده اکنون میگذاریم به طرف دیگری لوحه. ما باز از رنگ تازه گرفته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. بچه عزیز، پس از رنگ و بار منظره ما تا رفت پورتر و زیباتر میگردد. ما آهسته آهسته رنگ و بارمان را با این رنگ دوام میدهیم. با همین ما رنگ و بار درختان را قریب که به آخر میرسانیم. جای های نازک را رنگ و بار کرده به آخر میرسانیم. بچه عزیز، ما بار دیگر از رنگ سبزی بلند استفاده برده مایسه های زیر پای موی سفید را اشاره میکنیم. رنگ سبز را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. رنگ و بار ما را از همین نقطه شروع نمودیم و آهسته آهسته میگذاریم به قسم های پایانی. اینجا را نیز رنگ و بار کرده منظره را پوره میگردانیم. اینجا را نیز پوره میکنیم. با استفاده از همین رنگ سبزی بلند ما هر جا تاریکی های درختان را اشاره میکنیم. رنگ را گرفته شروع میکنیم به رنگ و بار. آهسته آهسته کارمان را دوام میدهیم و از همین نقطه شروع کرده تاریکی ها را اشاره میکنیم. همین طرز به شاخه های دیگر میگذاریم و رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. اینجا را نیز سایگی هایش را اشاره کرده میگذاریم به برگ های دیگر. ما با استفاده از رنگ سبزی بلند اشاره کردن تاریکی های درخت را تا رفت با آخر میرسانیم. همین گونه. اکنون ما روی شیشه رنگ زرد را آماده نموده آفتاب منظره را رنگ و بار میکنیم. رنگ زرد را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. رسمی آفتاب را نیز به نظر نمایان نمودیم. اکنون ما برای رنگ و بار نمودن فضای لوحه روی شیشه رنگ کبوتر نفیستر آماده می نماییم و میگذاریم به رنگ و بار. ما رنگ و بار فضا را دوام میدهیم و آهسته آهسته گرد و اطراف درختان را نیز رنگ پوش میکنیم و با همین میگذاریم به مرکزی لوحه. از مرکزی لوحه آهسته آهسته میگذاریم به قسم دیگری آن و اینجا را نیز نازکانه رنگ و بار میکنیم. ما باز از رنگ تازه گرفته
رنگوارمان را ادامه میدهیم. فضای منظره ما پورا رنگ پوش کرده شد. بچه عزیز، ما تصویر و رنگواری لوحه را پورا به انجام رسانیدیم. ما امروز روی لوحه را با رسم موی سفید شلغمکش آرا دادیم. با همین نمایش امروزی ما با آخر میرسد. خیر بچه عزیز، شاد و پیروز باشید.